ممنونم که برگشتین و امروز که آگهیمون خیلی کوتاه بود، نه؟ بیشتر فیلم ما طول کشید دیگه. امروز نمیتونیم زیرا با آگهی بزنیم، الحمدلله. نزدیک 1 دقیقه بود. تشکر میکنم واقعا بابت فیلمایی که برامون میفرستین. بعضیا خیلی خوش ذوقن دیگه، نمیدونیم چیکار کنیم. من بازم این حرف میزنم، میزنیم زیر حرفمون دیگه، یواش یواش داره اعتبارمون از بین میره. بچه‌ها اگه تونستیم روزی 2 بار فیلم‌های مردم رو پخش کنیم، حیفه واقعا. بچه‌ها میگن وقت نداریم. من میگم اینو گوش نمیکنن. خیلی بده شما این حرف بزنید کسی گوش نکنه. شما الان حرف میزنید شوهرتون گوش میکنه؟ خیلی جدی؟ زیاد میشه. شما حرف میزنید خانمتون گوش میکنه؟ بله 100%. خب الحمدلله. این اگه ما بتونیم یه همچین رابطه‌ای در برنامه داشته باشیم، نتیجه‌های اخلاقی رو دیدی مجری‌ها میگیرن، یه همچین رابطه‌ای تو برنامه باشه، ما خدا رو شکر. خیلی خوش اومدید. مرسی. خب 2 تا مهمون بسیار نازنین دارم. احسان عزیز و همسر نازنینش که اینجا حضور پیدا کردن. میخوایم با هم دیگه گفتگومون رو شروع کنیم. قصه قبلی که راجبشون حرف میزدیم تقریبا تازه عروس دوماد محسوب میشدن، حتی هنوز عروسی هم نکرده بودن، 1-2 سال بود که عقد کرده و اینها محسوب میشدن. احسان یکی از سوژه هایی که خیلی هم دیگه بگیم دیگه دوم در تله ما نمیداد و به سختی تونستیم رازیش کنیم که بیاد. اتفاقا ما آدم‌ها اینجوری هم خیلی دوست دارم، خیلی اهل این که بیاد و حرف بزنه و اینها نبود. حالا دیگه رازیش کردیم دیگه، با زور و تهدید و اینها استفاده کردیم و تونستیم بیاریم. الان یه سری می‌نویسن مهمون‌هاشون رو با تهدید و به زور اسلحه وارد برنامه می‌کنن، وا اسلام آماز میرن، اینو می‌نویسن قشنگ الان فردا. خب چند سالته احسان تو؟ من متولد 63. متولد 63. چند ساله که ازدواج کردین؟ 5 سال. 5 ساله که ازدواج کردین. 5 سال با همین 3 سال ازدواج توی خونه خودمون داریم زندگی می‌کنیم. عقد کرده و نامزد بودید. دقیقاً. آها. 3 ساله که دیگه تو خونه زندگی می‌کنید. آره 3 سال. خانم چرا همسر احسان شدین؟ من بله. خیلی خاص بود. خب مهربون. خیلی خاص بود. خیلی کجاش خاصه من بدونم اینو؟ اخلاقش، مهربونیش خیلی دوستم داشت. خیلی شما رو دوست داشت. خیلی. یعنی این دلایلی بود که شما به خانواده گفتین که همسر احسان شین. واقعا. موقعی که اومد خواستگاری وضع مالیش اینا چطور بود؟ خیلی متوسط. متوسط. شما وضعتون بهتر بود یا احسان؟ نه خب معلومه احسان. آها بهتر. پدر من بازنشسته ارتش. آها. تقریبا همسط بودیم. خیلی تفاوت. یعنی این فضای همکف بودن خانواده ها رو رعایت کردین. درست دقیقاً. خیلی مهمه مسکنه. واقعا چیز قابل